هر وقت اومدین بوستون حتما یکی از جاهایی که باید بیاین کجاست؟ کافه بابای جیمی. آره رفیق، اینجا کافه بابای خود جیمینه. یه کافه که از دم درش بوی جیمین میاد. یاسمین خبرنگار ما توی کره زده به دل ماجرا. از سردر کافه تا دل استند جایزه های جیمین، از نقاشی هایی که یه بار توی لوور بودن تا کادوهایی که فنها آوردن و گذاشتن روی میز مخصوص. حتی یه دفترچه اونجاست که آرمی ها برای جیمین نامه می‌نویسن. و خب معلومه که یاسمین هم از طرف پیج ما نوشته جیمین تو کلی فن توی ایران داری. و حالا بریم سراغ بخش مهم ماجرا، کیک. 3 تا مدل مخصوص جیمی، قهوه، آمریکانو و یه وانیلا لته و یه بشقاب بستنی بهشتی از هندونه و بلوبری و گیلاس و انگور و کیوی. خلاصه کافه بابای جیمین فقط یه جا برای خوشگذرونی نیست، یه محل برای عشق بازی هر آرمی واقعیه.